سلام و درود به چنل سپر وایتی خوش اومدید. ما امروز میخوایم بهتون آموزش بدیم چجوری اسالت نایف رایگان رو بگیریم. اول ما وارد همین رنگ میشیم و اون قسمت اگه نگاه کنید سمت راست بالا زرد رنگه رو اون میزنیم و وقتی روش زنیم سه تا میاد داکیومنت الیت میشن ریوارد و آخرش هم که بهتون حالا در ادامه توضیح میدم که اونجا قسمت اصلیه. داکیومنت رو میریم اینجا بهتون هر سیزن داستان میده، داستان که نه مأموریت میده و باید شما اونها رو انجام بدید. بهتون سی میده و این کارتا میده که حالا بهتون وسایل میده و حالا اگه همه این تسکا رو انجام بدید بهتون جایزه میده، سی میده با همون ایکس پی برای آپگرید گان. حالا میایم بریم الیت ریوارد رو میزنیم و اینجا تسک اولش که کمان تسک هستش ما باید یک بار حداقل یک بار رنگ مولتی یا بتلمون رو لجند کنیم و به همون 8000 برسونیم. بعد این کار به ما یه دونه مدال میده که هر سیزن این کار رو انجام کنیم بسته برای 6 سیزن و 6 تا لجند رو انجام میشه. ما باید همون 6 بار لجند کنیم تا گان لجند رو بهمون بده. تسک دوم هستش باید هم مولتی هم بتل رو لجند کنیم تا بهمون بده یه دونه دیگه مدال و آخریش هم که همون برنکمون رو به بالای 10000 برسونیم تا بهمون یه دونه دیگه مدال بده. اگه شما سیزن یک رو توجه کنید من 3 تاشو انجام دادم و واقعا خیلی سخته. به نظر من همون شما هر سیزن یکیشون رو لجند کنید خوبه و حالا اینجا در میایم. من این سیزن نمیدونم چه گانیه ولی سیزن قبلی که همون 2022 بوده یاره چه کراهانا بوده که من نمیدونستم میخواد گان لجند میده و باور نکردم و فقط یکیشو لجند کردم. سیزن بعدی که 24 بود من خوشبختانه این سیزن رو لجند کردم و 8 بار لجند کردم، 6 بار میخواست من 8 بار لجند کردم و گان LK24 رو بهم داد که در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. همونطور که میدید من سیزن اول 2 بار، سیزن دو بار و بقیه‌اش هم یه بار لجند کردم. حالا در میایم و LK24 رو به شما نشون بدیم. این گان LK24 هستش که رایگان داده بود، من فقط رنگ مولتی و بتلم رو لجند کردم. حالا در میایم و میریم دوباره برمیگردیم به اون قسمت و همون قسمت آخری که گفتم الان میگم این قسمت هستش. این قسمت برای گرفتن توکن شما باید اول رنگتون رو لجند کنید و بعدش هر دست وین کنید یا ببازید هم اوکیه و یه ذره کمتر بهتون میده. بهتون این توکن میده که بهتون میتونید سی بگیرید که زیاد کارایی نداره و دوبل رنگ ریوارد هستش، ایکس پی رنگ ریوارد هستش که مثلا شما وین میکنید 40 تا بهتون ایکس پی میده به جاش بهتون 80 تا میده و خوبه به درد میخوره. بعدش کمو هستش که کمای سیزن 1 تا سیزن 6 هستش و واقعا کماهای زیبایی هستن. الان بهترینش به نظر من کمای سیزن 1 هستش که با ارزشترین کما هستش و واقعا رنگ خیلی خوبی داره و شبیه رعد و برق هستش. من خودم چند تا گان گرفتم ولی گانایی که میخواستم رو نتونستم بگیرم و حالا دارم جمع میکنم تا همه رو یک جا بزنم و گانای خوبش رو بگیرم و همون بالایی 600 تا توکن میخواد رندومه، یعنی شانسی از سیزن 1 تا 6 یکیشو شانسی میده. بعد بگید دوباره شانسی از بین شاتگان ها اینا بهتون شانسی یکیشو میده میگید. حالا بعدش هم هستش که خودتون میتونید عوضش کنید. الان نگاه کنید من هی دارم میزنم عوض چه سیزن 1 بود میخوام عوض چه دوباره بزنم سیزن 1 هی عوض میشه سیزن 5 4 3 اینا. بعد هی میزنم الان دوباره یهو سیزن 1 شد که به نظرم همین سیزن بهترینش شما هم این کار کنید. و حالا قسمت بغلی که هستش الان میخوام بهتون توضیح بدم. یه قسمت مولتی پلیر داره و یه قسمت بتل رویال داره. تو اینجا باید شما توکن جمع کنید و جایزه هاش رو بگیرید که در ادامه بیشتر بهتون توضیحش میدم. ما اول میزنیم رو اون قسمت 2 تا فلشه، بعدش اینجا سیزن ها رو میاره از سیزن 2022 تا 2024 شو اینجا داریم. من همون 2022 اسکایلا رو خیلی دوست داشتم، اسکینشو نتونسته بودم بگیرم و الان گرفتم و حالا ما با اینا زیاد کاری نداریم و تو 2023
وقتی ما میریم سیزن 3 شما کار داریم. توی سیزن 3 وقتی 2022 بود، توی سیزن 3 رو میزنیم یه قسمت همون بتل رویال داره و بیار همون بتل رویال و مولتی پلیر میزنیم بیرون. رو اون قسمت فلش زرده که بزنیم که اون قسمت پایینی هست، پایین هر کدومشون اسکیناگان اونا رو میگم، روی هر کدومشون بزنیم برامون یه بخشی باز میشه. این بخشه بالایی که مربوط به گانه اصلی کاری هستش و من تا آخرش رو رفتم. نگاه کنید مثلا میره اولش چیز خوبی نمیده ولی آخرش اصل کاری همون اسولت نایف رو بهمون میده. من اسولت نایف رو کلا گرفتم، این بخشش رو و این بتل رویال رو دارم جمع میکنم. توی حدود چند روز آینده میگم که اون هاشش اسکینم منتهی هستش، باید یالا جمع کنید. و حالا همینا بود دیگه. حالا در میایم یه دست میخوایم براتون تستش رو بگیریم و ببینیم اسولت نایف خوبه یا نه. میزنیم روی شیپمنت تا استارچه. من دیگه حرفی ندارم فعلا. خب بچه استارت شد. ما اسولت نایف رو میبینیم که چقدر خوشگله. ببینید این رایگان هستش و خیلی تو بازی تاثیر داره. من اول بازی فعلا دستام گرم نیست و اگه نیست دادم ببخشید دیگه، ولی تا آخرش شکای خوبی میزنم. فعلا حرف ندارم تا ببینیم ادامه ویدیو. خب بچه الان ما میخوایم یک کیل با نایف بگیریم، ببینیم چه جوریه. خوبه ولی به نظر من خوب نیست اگه بخوای با نایف بزنی، چون یارو گیر میمیره و بخواد دوباره بزنی طول میکشه تا دوباره بخوای یکی دیگر رو بزنی. اینجا الان فعلا دستم گرم شده و دارم همه رو میزنم. حالا اینا باتن ولی خب پلیر نیفتاده از شانسم این دست. اینا رو میزنیم. واقعا نایف خیلی خوبیه، پیشنهاد میدم که حتما بگیرید. و بچه تا اینجا اومدید خدایش لایک و ساب یادتون نره. دیگه چیزای زیادی نبود، همین توضیحاتم بود. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. ممنون میشم کانال رو ساب کنید. زنگوله رو